سلام. میدونم خیلی عجیبه که به جای امیرعلی من نشستم الان اینجا دارم صحبت میکنم. معمولا اول ویدیو امیرعلی اینجا نشسته داره صحبت میکنه، ولی اوپنینگ ویدیو امروز با من هستش. اونم به خاطر این که من یه پروژه احمقانه کوچیک دارم، بعد گفتم که اینو ولاگ کنم با هم دیگه بریم جلو. برنامه اینه که هفته دیگه ویکند هالووینه. بعد ما یه سری دوستای ایرانی داریم، یه سری دوستای غیر ایرانی داریم که خیلی کم میبینیمشون و هر هفته برنامه نمیشه که ببینیمشون دیگه. دوستم مسیج داد، گفتش که آیلین جان هفته بعد ویکند هالووینه که نه اونا خیلی براشون مهمه، ما که اصلا برامون مهم نیست، چون اصلا من هیچ احساسی ندارم به این ایونت ها، به خصوص هالووین که اصلا نمیدونم طبیعتش چیه و احتمالا یه چیز خیلی آمریکاییه که اصلا به ما ربطی نداره. ولی انگار که مثلا یه بهونه‌ای شد که دوستامون رو ببینیم و یه جایی رو رزرو کردن که مثلا تم هالووین داره، ما هم که هیچ چیز هالووینی نداریم بپوشیم. بعد نشستیم فکر کردیم، یعنی من فکر کردم و دوستم، این که میتونیم همون لباس معمولیمون رو بپوشیم، فقط یه چیزی مثلا یه کلاهی چیزی داشته باشه، خیلی کلن اوتفیت رو طراحی نکنیم که رامون بدن اونجا. فکر کنم با یه دونه کلاه ساده هم رامون بدن، نمیدونم. گفتم که به جای اینکه بریم یه چیزی بخریم، چون چرا هزینه کنیم برای همچین ایونتی و بیشتر هدف اینه که یک زمان خوشی رو در کنار دوستامون بگذرونیم. حالا شانس ما افتاده توی اون ویکند هالووین بیام یه چیزی خودم درست کنم، مثلا یه کلاهی درست کنم، بعد لباس معمولی خودم بپوشم، بعد کلاه رو بزنم، بعد داخل که رفتم کلاه رو در بیارم که مثلا بگم من هالووینی اومدم. چی ندارم تو خونه که باش درست کنم. بعد گفتم که این ولاگرم بگیرم، با هم بریم یک خریدی بکنیم، چون از وسایل کاردستی فقط قیچیشو دارم. سری ویدیو نگاه کردم ولی گفتم بیام مثلا خودم یه ذره خلاقیت به خرج بدم، بیام اینا درست کنم. میدونم آخرشم قراره چرت و پرت بشه، ولی حالا وقت داریم دیگه. امیرعلی هم خیلی خرید دوست داره. امیرعلی بعد بریم خرید. خب میدونی خریده چی؟ فقط میگه بریم. من امیرعلی کلا خرید دوست داریم، اصلا براش مهم نیست خریده چی باید بریم. بزنیم برم توضیح بدم که قراره بریم مقوا بخریم. خبر خرید؟ میخوایم بریم خرید. بریم. میدونی خریده چی؟ خریده چی؟ مقوا. چرا؟ کلاه هالووین میخوام درست کنم. تم هالووین چیه؟ نمیدونم، مثلا یه چیزی که با لباس معمولیت فرق داشته باشه. نمیشه مثلا بریم کفش بخریم؟ بریم من برای تو کفش میخرم. بریم. خب ما چون خیلی دور نیست تصمیم گرفتیم با دوچرخه بریم که هم دوچرخ سواری کنیم، هم مثلا من نمیدونم چی قراره بخرم. امیرعلی خیلی به دوچرخ سواری علاقه منده. سب کن موهامو درست کنم. سب کن موبایلمو جا بزنم. سب کن گوشیامو بذارم. ولی بخوام صبر کنم چیز دیگه، من هم سوار دوچرخه میشم. نه صبر کن خودمو گرم بکنم. امیرعلی هی زینش در میره هر دفعه که میایم بیرون. انداختی زینو؟ چرخمو پارک کنم. البته من اون تنابش رو دوباره نیاوردم. امیرعلی از این تنابا داره که از توی چرخ باید رد بشه. کار که هوشمندانه من کردم. از توی چرخ ردش نکردی. آره خب اون دوزه دقت نمیکنه دیگه. بعد من معمولا
من چون اون همیشه یادم میره بیارم. این قسمت قرار بود از چرخ رد شه ولی یه مقدار قفل دور بستم نرسید. منم که کلا تناور نیاوردم. فقط باید دعا کنیم که چرخمون رو ندوزه. انشالله. بعد اون دزده که میاد یه دونه چرخو میبره به چه دردش؟ یه چرخ از اینجا یه چرخ از اونجا خودش شد 2 چرخه. خب بریم. اینجا یه دونه مغازه هست که توش همش چیزای کار دستی اینا داره. خیلی باحاله. یه بار رفتیم من و امیلی چیزی نخریدیم چون هدفی نداشتیم. الان هدف داریم شاید بتونیم یه چیز جالب بخریم. از این چیزای کریسمس که ما اصلا استفاده نمی کنیم. یه چیزی دارم بیا اینجا. اینو اگه اشتباه نکنم اشتباه میکنم. چی؟ بیکینون نیست. به نظرت از همین واسه کلاه استفاده بکنم؟ این چه باحاله. آدم میاد این مغازه دوست داره همه چی رو بخره. چیه؟ فوندان. لباس بعد اتو میکنیم میچسبه روش بعد هندونه‌ای میشه. هندونه‌ای خمیر 1 کیلویی برداشتم که باهاش چیز کنیم از این چیزایی که دوست داریم درست کنیم. بعد اینه که میذاری خوش میشه داستان میشه. ولی تنها چیزی که به ذهنم میرسه باش درست بکنیم فکر کنم چیزی که لازم دارم رو پیدا کردم. به نظرم سیاه بگیرم بعد این دورش رو یه چیز کنم بعد از این شاخا از اون برگایی که تو حیاتمون ریخته اینجوری بذارم روی کل روتی بزنی. کله قند. ببین رنگای مختلف مهمه که داشته باشیم ولی وقتی رنگا دیگه تفاوتشون اینقدر کمه. الان این دوتا تفاوتشون چیه؟ چرا لازمه 2 تا اسم مختلف بذاری؟ وقت داره. امتیسته و چی؟ ردزمن رد. این چرا باید هر دو اینا وجود داشته باشه؟ نکنه اینا یکی هن مثلا این چون قرار بوده بنفش باشه. نه اسکلمون کردن ها. ما الان مقوامون رو خریدیم و چسب خریدیم. همین امیر 2 نفره خمیر خرید. خمیر علی نمیدونیم واسه چی هنوز ولی عرض کردم میخوام بله قوام خراب نشه. خب چیزایی که از این مغازه گرفتیم یه دونه مقوای آدو گرفتم. یه دونه مقوای آسه گرفتم. خمیر امیرعلیه به درد ما نمیخوره. چسب گچ چه گوگولیه. قیچی و خطکشم که دارم. حقیقتش اصلا قبلا درست نکردم از این کلاها
یه سری ویدیو توی یوتیوب دیدم که همینجوری دیدم نمیخوام دنبال کنم چون احساس میکنم اونقدر ارزش نداره که ویدیو رو بذارم استاپ کنم بعد دوباره بگیرم درست کنم. واسه همین دارم سعی میکنم خودم خلاقیت به خرج بدم. میدونم که آخرش خوب نیست ولی ببینیم چی میشه. میخوام به بچه ها نشون بدم چجوری کلاه درست کنن. باید بیای ازم فیلم بگیری. خب اون کلاهی که خریدی رو که بعداً بگی اینو ساختم اونو کجا گذاشتی؟ کلاه نخریدم. توی ویدیو خیلی ساده به نظر میاد. اینجوری کردیم کنده. فکر کنم باید یه نیم دایره درست کنم. خب بعد چی؟ خب اول گچ رو باید در بیارم، گچ سفید. اومد به هم نمیدونم این خطا رو باز چی کشیدم وقتی دارم اون بر بابرا. صحبت میکنم مثلا میدونم دارم چیکار میکنم، در واقع نمیدونم دارم چیکار میکنم. نه ولی معلوم نیست که نمیدونی داری چیکار میکنی. به این صورت. خب حالا کاری که میخوایم بکنیم چیه؟ کاش میدونستم کاری که میخوایم بکنیم چیه؟ اینو باید اینجوری بگیریم به این حالت. ببین مطمئنی یه برنامه‌ای داری؟ آره بایستا. آره ببین اینجوری میگیری. آره کلاه. این نیست. دیدم یه لحظه دیدم کلاه رو. ببین ایناش باید این آقای اینجوری میگفت لوله میکرد خب، ولی نمیدونم چرا من لوله میکنم شبیه بالای کلاه نمیشه. و اون قسمت که اونجا داری یادگیر تقلب میکنی اون چیکار کرد؟ یالا از اون پشت معلومه. اونها خب اون چیکار کرد؟ حداقل اون رو انجام بده. ببین توی ویدیو خیلی راحت به نظر میاد، بعد تو دقیقاً همون کاری که میخوای انجام بدی نمیدونم چرا درست در نمیاد. خب چی شد الان؟ اون قسمت بیگودیاشو ول کن، یه ذره تیز نیست؟ جادوگرش عصبیه. خب من یه سوالی دارم. نه آخه من باید سوال داشته باشم، تو باید جواب داشته باشی. من یه سوالی دارم. اگه خب من مثل اون آقای اینجوری اینقدر اینو خمش کنم، خب اگه اینقدر خمش کنم خیلی این ببین چه اینو به عنوان توتوریال آپلود میکنیم. بیا کله قندم آماده شد. ببخشید استاد. بابا الان درست شده بود نمیدونم چی شد. چند قدم پیشرفت کردی از نیم ساعت پیش؟ بیگودیاش داره خوب پیش میره؟ داره خوب پیش میره پروژه استاد؟ این همون تیکه کاغذمون اوله. به نظر داره خوب پیش میره. این ویدیو آموزشه واسه آموزش بچه هاست، یعنی بچه ها میرن نگاه میکنن. این آموزش همینه که اون بچه بدبخت دستمال کاغذی بادکنک گذاشته بعد در ماشین 3 روز کار نمیکنه میگه فعلا خدا حافظ. همین یوتیوب برو همین مزخرفات معلم 3 ساعت و نیمه داره سعی میکنه لوله کنه، لوله در نمیاد. بابا نکن این کارو، 20 بار کردی جواب نداد. این خوب نیست. چرا خوبه؟ اینجاش چرا خالی میشه؟ من نمیفهمم از نظر فیزیکی. بابا یه مقوای 2 بعدی رو فهمیدی میکنید 3 بعدی، بعد سوال چیه چرا لوله شد؟ خب لوله نباید این آقای گفت اینو کات کن. ریدم به اون آقای. لوله کن کم لوله کردی. لولهش کن.
خب نیم ساعت فقط وقت گرفت ها. گچه ها موند رو باید میرفت حالا من روش نقاشی کنم. نه لازم نیست. بیا بچه نترسین، این صاف وایسا. من آماده شد. حالا میریم واسه یه بیس کلا. خب با بشقاب پیتزا چی کار داری میکنی؟ یه دونه بشقاب پیتزا یا هر چیزی که گرد بزرگه تو خونتون در میارید. یه دقیقه اجازه بده. دوستان عزیز تو خونه لطفا هیچ کدوم این کارا رو نکنید. یعنی اصلا به هیچ عنوان این ویدیو جنبه آموزشی نداره. ما نمیدونیم داریم چی کار میکنیم. برای اون 1% که هنوز متوجه نشده ما نمیدونیم داریم چی کار میکنیم و این کارا رو تو خونه انجام ندیم. جالبش من همیشه نقاشی و طراحی و اینا خوب بود. بعد دیگه نمیدونم کار چرا مقوا که طراحی نیست که. نمیدونم چرا که مثلا یه ایده وجود داره که هر کی نقاشی طراحیش خوبه، هم خطش خوبه، کار دستیش هم خوب، خط من خیلی بده و هم فکر می‌کنم که یکی که طراحی نقاشیش خوبه حتما کار دستش هم خوبه. من هیچ وقت نه خیلی همه متوجه شدن. ارزشی که از این ویدیو در میاد مسئله اعتماد به نفس و ثبات قدمه. یه همسرم من بهش افتخار میکنم، اصلا نمیدونه چی کار میکنه ولی ثبات قدم داره میدونی و اعتماد به نفس داره که هنوز تدریس کنه. به نظرم مهمترین چیزی که میشه یاد گرفت اینه و کلاه جادوگر برازنده داری جادو میکنی با اعتماد به نفست برای مخاطبین. پیروزی کن. خب خیلی دایره قشنگی شد خب ولی کوچیک نیست. ببین چند دقیقه پیش گفتی دور سرا باید اندازه بگیرم بعد نگرفتی. منم چیز خاصی نگفتم چون که خب خیلی خوب داری پیش میری ولی حس میکنم که اون قدم هایی که اون یارو گفته رو داری. نه اصلا یه دونه دیگه یه دایره بزرگتر در میارم از توی این یکی. نجاتم بده. چجوری باید دایره بزرگتر در من بشینم تو این؟ خب دیگه من دایره بزرگ نتونستم بگیرم. بس فری هند. من دیگه فری هند میخوام برم تو. هیچ وسیله اضافه تری هم نمیخواد. زیباتر از این هی بگو مثلا سیم بده نخ بده. ولی صاف نیست دایرش من احساس میکنم. بابا این الان مگه صافه؟ یعنی کجاش دایره است؟ این گوزنقه است. بیا ببین الان کی میفهمه این دایره است یا دایره نیست؟ این وسطشو باید اندازه سرم ببرم. خب به یه عذرخواهی من واقعا بدهکارم با آیلین به خاطر اینکه پروژه رو سر تا تهش رو حساب شده داشت کار میکرد و من واقعا زود قضاوت کردم و نمیدونستم آخرش تبدیل به چی میشه. اما باید بچسبه رو این. خب قابل پیش بینی نبود آخه. میدونی چی میگم؟ خب ولی اینو دارم، اینو میچسبونم رو این میکنه چجوری میره تو؟ اینا هیچ کدوم قابل پیش بینی نبوده. خوبیش اینه فهمیدم. بعد از توی این یه دونه اینو در بیارم. خب بعد اون سوراخه پوینتش چی بود؟ که بره تو سر. این اگه اینجوری کنم بعد این بره چی؟ خوبه یه سری طرح‌های هندسی قشنگی در اومد که هیچ معنی خاصی هم نداره. اون برو اون کلاه آمازونیه رو بیار تمومش کن. نخریدم اونو. این جهنم رو تموم کن. خب از دل تمام این خرابه ها حداقل یک نتیجه ای اومد بیرون. نظرم به چسبش خوب نبود چون نچسبیده. آخ یه هواکش هم داره ها. به نظرم خیلی خوب شد واسه دفعه جواب داد. آره کلاهه. خب بعد یه سوال این تدا
خب یه سوالی، این خودش چون میخواد میمونه رو سرت؟ یعنی ازش خواهش کردی بمونه رو سرت؟ خب میمونه خودش بهش گفتی هماهنگ کردی باش؟ تو آرایش جادوگری یه ذره خیلی خوب، شاید امیدی بود. مرسی. بریم. بفرمایید. Hi. What do you think of my hat? You like that? Yeah. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. This one. I think we should put some glove on your face. It really suits you. You need some blood. We can give you a bloody lip. But a cowboy doesn't have blood on his face. He's Indiana Jones. Indiana Jones always. Oh, okay. Don't even think about it. And is he happy? No, I don't think so. No. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm mad. And now you go wish you would shut the fuck up real bad. And now that I'm gone, yeah, I know there's no turning back. چه حسی داری الان؟ کیپ اتک اون تایتنز پوشیده ایرن یگر چیه؟ به نام داماس. خب حس میکنم ما ممکنه که مثلا ترجمهش میشه اسکول، احساس کنم مثلا شاید یه درصد قابل توجهی میتونه که این شکلی باشه که ما تنها اسکولایی هستیم که چیزی پوشیدیم اومدیم. Guys, how do I say? Can you teach us something in Yes. It's raining. Help us. Yes. What is the question? Farsi. Can we learn something in Farsi? Yes. Well, what do you want to learn? Something bad. Something bad. It goes something like Salam chetori. Salam chetori. Salam chetori. Salam chetori. Ridam. Be in. Hava. Now say it all together. Salam chetori. Come on. You can do it. You can do it. Do it once more. Salam chetori. Salam chetori. Ridam be in hava. Ridam be in hava. Very good. Very good.